این ماهی هستی سراسرش برکت دارد. یکی از برکت‌های این ماه برادر بزرگوار، نفس کشیدن شما در نزد خداوند ذکر نوشته می‌شود. خواب شما روزگارها عبادت نوشته می‌شود. قدم زدن شما ثواب نوشته می‌شود. پیغمبر بزرگوار هر انسانی که در این ماه یک عملی خوب به جا آورد، ثوابش مثل همین است که در غیر رمضان یک فرض به جا آورده. و من ادى فریضة فیه کان کمن ادى 70 فریضة فیما سواه. هر انسانی که یک فرض در این ماه انجام داد، ثوابش مثل همین است که گویا در غیر رمضان 70 فرض به جا آورده است. یک رکعت نماز فرض در این ماه ثواب 70 رکعت داره برادر بزرگوار. این از برکت